در این قسمت ما میخوام چنل استریپ ها رو توضیح بدیم. چنل استریپ ها میشه ترکیبی از پریامپ، اکولایزر، گیت، داینامیک و باس سندام. خب حالا اینا چی هستن؟ ما 32 تا ورودی داریم. اگه بخوام به ازای هر ورودی هر کدوم از اینا رو داشته باشیم، باید یه میکسری با طول 1 کیلومتر داشته باشیم که این اصلا یه چیز غیر قابل باور و تصوره. ما اومدم چیکار کردن؟ طراحی که این مایداس برای ما انجام داده، اومده همچین چنل استریپی برای ما طراحی کرده که ما بیایم با ازای هر سلکت کردن و هر انتخاب کردن هر ورودی که ما میخوایم بتونیم تغییرات رو نسبت به اون ورودی که داریم انجام بدیم. به عنوان مثال ما الان روی کانال اینپوت شماره 1 تا 16 ایم و ورودی شماره 1 رو من انتخاب میکنم. تمامی این تغییرات از پریامپ، اکولایزر، باسندا، داینامیک، گیت و حتی این صفحه نمایش که ما که هوم هستش و یک نگاه کلی از تمامی تغییرات اینجا هستش رو برای ما نشون میده و ما هر تغییری که بخوایم اینجا انجام بدیم روی کانال 1 ما اتفاق میافته. و اگه بخوایم کانال شماره مثلا 8 مون رو انتخاب بکنیم، دوباره تغییرات نسبت به کانال شماره 8 تغییر پیدا میکنه و ما تغییرات رو نسبت به کانال 8 انجام بدیم و این صفحه هم تغییرات کانال شماره 8 رو نشون میده. فقط با سلکت کردن شما میتونید تغییرات رو ببینید. الان من میرم شماره کانال 1 ورودی شماره 1 و میخوام تغییرات رو با هم دیگه انجام بدیم، یکی یکی قسمت ها رو بگیم و توضیح بدیم. سربرگ هوم نمای کلی از این قسمت هاست. یعنی ما هر تغییراتی که اینجا انجام بدیم توی سربرگ هوممون به صورت مختصر و مفید داریم یه نگاه سریع، یه دسترسی سریع و کلیه. خب تو این قسمت کانفیگ یا همون پریامپ ما هستش که ما میتونیم اینجا گینمون رو مشخص بکنیم. گینمون اینجا تغییر میدیم و میبینید که اینجا هم تغییر میکنه چون این دوتا با هم دیگه لینکن و هم میتونیم از اینجا هم تغییرش بدیم. خوبی این که این داره میتونیم از هر جا که راحتید شما انجام بدیم. اینجا تغییر میکنه اینجا هم عوض میشه. گین مناسب میذارید نسبت به سیگنالتون و اینجا هم دکمه 48 ولت رو دارید. 48 ولت خودتون دیگه بهتر میدونید دیگه. برای میکروفونای کاندنسر استفاده میشه. میکروفونایی که با برق 48 ولت کار میکنه کافیه 48 ولت رو بزنید و اون میکروفون با برق 48 ولت کار میکنه. و برای میکروفون‌های داینامیکی هم که با همین 48 ولت اصلا نیازی نداره. تغییر فیز رو دارید که شما میتونید اختلاف فازی اگه بین ورودی‌های میکروفون حالا شماره 1 و 2 داشته باشید با تغییر فیز بتونید اون سیگنال رو نسبت به سیگنال شماره 2 تون تغییر فیز داده باشید تا اختلاف فازتون از بین بره توسط این قسمت. موقعی که فعالش هم میکنید میبینید که این قسمت اینورتر اینجا برای شما روشن میشه. تغییرات کلی اونجا شما دارید. حالا برای اینکه تغییرات رو جزئی‌تر بگیم تو هر قسمت می‌بینید که یک پنجره جداگونه داره هر قسمت. یعنی اون قسمت رو با این قسمت داره مجزا و جدا میکنه و توی هر قسمت شما یک دکمه دارید به نام ویو. موقعی که ویو رو بزنید دیگه این تغییرات رو میاد تو صفحه نمایش شما نشون میده. دیگه نگاه کلی از کل تنظیمات رو نداریم. قسمت کانفیگ می‌بینید که اینجا هم نشون داده شده. و اینجا من گین رو مشخص میکنم. اینجا نشون داده میشه 48 ولت و تغییر فیز. حالا اینجا ما میبینید الان من صحبت هم میکنم، حالا میکروفون فعال نیستش، فعال بشه اینجا ما سیگنال هم داریم. قسمت لوکات چیه؟ ما میتونیم تا 400 هرتز لوکات داشته باشیم، از 20 تا 400 هرتز لوکات داشته باشیم و با زدن این دکمه فعالش میکنیم. ببین الان اینجا زرده یعنی فعال شده لوکات ما. اگه دکمه‌شو بزنیم غیر فعال میشه. حالا میریم تغییرات رو انجام میدیم و گوش میکنیم. از امید جان من میخوام که من شماره 1 و کانالم میارم بالا تا صحبت بکنه. 1 2 3 4 این گینشه. الان من هر چقدر گینشو کمتر کنم که مسلماً گین پایینتری داره. الان دیگه گینو بستم تا آخر. این صدایی ندارم. آروم واز میکنم گینو. 1 2 3 4 گینو تست صدا. الان امید جان شما صحبت کن. 1 میبینید 2 اینجا 3 این الان سیگنال ما هستش. دو صدا. نباید بذاریم به هیچ عنوان به این کلیپ سان. برسه و تو همین رنج بازی بکنه. میتر ما هستش که برای ما نمایش داده میشه. خب حالا میخوام لوکات رو ببینیم، تغییراتی که لوکات روی صدای ما انجام میده. من لوکات الان فعال کردم از 20 هرتز آروم میارمش تا 400 هرتز. شما تغییرات رو ببینید. خب حالا یه سری تنظیمات هستش که دیگه اینجا نیستش و تو خود صفحه کانفیگی که ما میخوام اینجا بهش اشاره کنیم، مثل دیلی و اینسرت.
دیلی چیه؟ موقعی که ما اینجا زرد نگاه، هر جا تو میکسر دیدید چیزی زرد بود بدونید که اون قسمت فعاله. الان کن لوکات ما زرد پس فعاله. اگه من اینو خاموشش کنم اینجا هم خاموش میشه، پس غیر فعال شد الان لوکات ما. دیلی ما الان اینجا زرده یعنی فعاله. بزنم روش غیر فعال میشه. حالا این دیلی چیه؟ دیلی میاد به صدای ورودی شما تأخیر میندازه، دیلی میندازه. الان من فعالش کردم، کافیه بازش بکنم. مثلا بالای 30 میلی ثانیه، مثلا بر حسب میلی ثانیه هم هستش، مثلا 43 میلی ثانیه من الان تأخیر دادم نسبت به صدای ورودیم. حالا میریم تغییرات رو چک کنیم ببینیم چجوری. الان من دیلی خاموش میکنم، گوش کنید صدا رو. 1 2 3 4 میبینید که هیچ تأخیری نداره روی صدامون. حالا من دیلی روشن میکنم. 1 2 3 4 میبینید با تأخیر گوش میکنی. حالا دیلی بیشتر میکنم تا تغییرات رو متوجه بشید. تست صدا. میبینی 1 2 3 صدا. خب اینم از دیلی. حالا اینسرت چیه؟ ما تو قسمت افکتامون سربرگ افکت کامل میرسیم و توضیح میدیم در موردش. ما اینجا 8 تا افکت داریم که میتونیم اینسرت بکنیم. خب میریم تو قسمت همون کانفیگی که بودیم. الان تو قسمت شماره 1 تو ورودی شماره 1 تو هر ورودی ما میتونیم فقط و فقط یه دونه اینسرت داشته باشیم. 2 تا اینسرت نمیتونیم داشته باشیم. رو هر ورودی ما میتونیم یه دونه اینسرت داشته باشیم. پس چی شد؟ روی هر ورودی، یعنی روی این ورودی فقط یه دونه اینسرت، روی این ورودی فقط یه دونه اینسرت. حالا هر اینسرتی که دوست داشتید از این 8 تا هر کدوم که دوست داشتید میتونید بهش اینسرت بکنید که مستقیم میاد روی اون صدای شما، کانال ورودی شما تاثیر میذاره. مثل چی میمونه؟ الان کامل بهتون میگم. میرین تو سربرگ هوم. تو این قسمت نگاه بکنید. این صدای ورودی ما. بعدش پروسس گیت، بعدش EQ، بعدش داینامیکه، بعدش میشه اینسرت. اوکی؟ یعنی همه این پروسس ها روی صدا انجام میشه، بعد اینسرت میاد روی صدای شما تاثیر میذاره. الان اینجا شما داشته باش، این قسمت ماست. روی صدا داره تاثیر میذاره. فکر کن اینجا ما یه پرانتز باز بکنیم، بیایم یه اینسرت، حالا هر چی که میخوایم، اکولایز، ریورب، کمپرسور، هر چی که دوست دارید تو این قسمت افکت ما میتونیم مشخص کنیم که چی باشه. هر کدوم که خواستید مشخص میکنید. مثلا من میخوام ریوربم باشه، همین شماره 1 من، افکس شماره 1 من ریوربم هستش، وینتج روم. میخوام روی صدام ریورب اینسرت کنم یا تغییرش بدم کمپرس اینسرت کنم، فرقی نمیکنه. کافیه بیام کانال شماره 1 رو انتخاب بکنم و اینجا تو قسمت کانفیگ من بیام اینسرتمو فعال بکنم. گفتم هر چیزی که زرد بود روی میکسر یعنی فعال شده. حالا اینسرت من فعال شده. روی چی فعال شده؟ روی هیچی، یعنی آف، خاموش. ما میایم مشخص میکنیم که روی کانال ریوربم که همون وینتج روم هستش فعال شده باشه. حالا فعال شده به چه صورتی فعال بشه؟ به صورت پیری فعال بشه یا به صورت پست فعال بشه؟ الان به صورت پست فعال شده. یعنی چی؟ یعنی شما تو این قسمت بریم تو هوم، ورودی داریم یعنی همون پیری امپ، بعد گیتو داریم، بعد داینامیکو داریم، بعد ببخشید گیتو داریم، اکولایزو داریم، بعد داینامیکو داریم، بعد اینسرتو داریم و بعد قسمت خروجی رو داریم. حالا اگه بیاین ما اینو از حالت پست بذاریم رو حالت پیری و پیرین رو فعالش بکنیم. تو قسمت کانفیگ که ما بریم یا همون هومی که بریم دیگه میبینید این از اینسرت از اینجایی که بود تغییر میکنه به اینجا میاد. یعنی اول ورودی صداست پروسس، بعد گیت روی صدا تاثیر میذاره و بعد اینسرتی که ما مشخص کردیم روی صدا تاثیر میذاره و بعد وارد اکولایز میشه و بعد وارد کمپرسور. خیلی سعی کردم اینو جوری بگم که راحت درکش بکنید براتون و قابل فهم و مفهومش خوب باشه براتون. این از این. امیدوارم که اینو متوجه شده باشید. بریم سراغ قسمت بعد.